زنان و آریا مردان تاجیکیان آزادزاده و ایران منیش، درود و عشق بر شما باد. ما در آستانه 3 شهریور برابر به 24 آگوست هستیم. بیگمان مهرپویان و مهرجویان جهان مهرآفرین در سراسر گیتی این روز را می شناسند. این روز زادروز یگانه سخنسرای پارسیگو، آموزگاری مهر و خرد، بنیادگر جهان مهرآفرین، مهریار مهرآفرین است. مهرجویان جهان مهرآفرین در سالهای گذشته 3 شهریوری برابر به 24 آگوست را همچون مهرآفرین روز یا روز مهرآفرینی در جهان نامیدند. در این روز بزرگ گفته می شود که مردمان در سراسر جهان باید سینه ها را از کینه، چشم ها را از بدی و نهان و نهادها را از رشک بزدایند تا خورشید مهر و خرد از پرتو مهرآفرینی از سرتاسر جهان بازتابد، تا مردمی مهرآفرین را به جای کینه آفرینی فراراه آینده تابناک خود نمایند و دل و جان را برای رسیدن به بالایش و رسایش روان جان خسته مردمی پالایش دهند و سروش و سخن آموزگاری مهر و خرد، مهریار مهرآفرین را سرمشق زندگی بدانند. چرا که مهرآفرین جهانی دیگری را در این جهان بنیاد کرده است و آن جهان جهانبینی مهرآفرینی است که 70 مهر پایه دارد و برای رسیدن به بالاترین پیلک مهرآفرینی است باید مهرپو و مهرجو شد و جان و دل و پیکر را با عشق و خرد و دانش پرهیخت. مهرآفرینی به عنوان جهانبینی نوین راه گشاده است و نیگری و انکار آن ناامکان است. مهرآفرین بارها در سخنش جهان مهرآفرین را این گونه معرفی کرده است: این جهانی که ما در آن زندگی می کنیم بر پایه سودخوری و بردگی جسم و جان و اندیشه ها استوار است و انسان پیشرفته امروز با همه دستاوردهای تکنولوژی خود تنها است. انسان امروز از بی‌هویتی و جنگ افروزی و بامبسازی و مواد مخدر و سیاست و حرص و آز و عقایدهای متعصب پناه برده است. اما جهان مهرآفرین نیمه دوم عمر این جهان است. هلایی هر زمان مهرآفرینم، هلایی هر زمان مهرآفرینم، پیام آورز مرا مسلوب به دار پیکرت کن، مرا چون جامه خوابت برت کن، دمم ده من دم تو باز دم شد، مرا این گونه شیدا هم سرت کن، مرا این گونه شیدا هم ببینی کهکشان خورشید خاکی، گرامی دار آیین بهی